سلام خدمت همه شما عزیزان. من عطای حمیدزاده هستم. بابت دور شدن اخیر خودم از فضای آموزشی از همه شما بزرگواران عذرخواهی میکنم. علت هم فعالیت بنده در حوزه اجرایی بوده، اما تلاش بر اینه که فعالیت‌های خودم رو مجدد با قدرت بیشتر در تولید محتوا ادامه بدم، خصوصا در بخش رویت استراکچر. به همین علت فکر میکنم که در ابتدا سابقه تحصیلات و کاری خودم رو خدمت شما عرض کنم و بعد برنامه آتی در خصوص نحوه ادامه کار در این کانال آموزشی در خصوص آموزش رویت به شما عرض کنم که دونستنش باعث میشه مسلما اطلاعاتی پیدا کنین که بدونین چرا پیگیری رویت استراکچر از طریق ویدیوهای آموزشی که بنده برای شما آماده خواهم کرد کامل خواهد بود و به شما کمک خواهد کرد که خروجی اجرایی کامل و درستی داشته باشید و مسلما در کمتر فضای آموزشی شما مشابه این ویدیو پیدا خواهید کرد. پس با من همراه باشید. خب، من عطای حمیدزاده لیسانس عمران از دانشگاه صنعتی شاهرود که در مقطع ارشدم در دانشگاه علوم تحقیقات تهران گرایش زلزله تحصیل کردم. شروع فعالیت کاری من با کار در دفتر فنی شروع شد و از اون کار نقشه برداری و برای باده مدت کوتاهی هم کار اجرای نازکاری رو در تهران داشتم انجام میدادم. اما از اواخر سال 1389 در تیم اجرایی آقای مهندس رضا کوشان به عنوان ناظر و مسئول اجرا مشغول کار شدم در زمینه تخصصی اجرای اسکلت که تا به امروز هم ادامه داشته. از جمله کارهای اجرایی بنده میشه به پروژه های مثلا بام البرز، مرکز خرید شاپرک در شرق تهران، مجتمع مسکونی مشتمل بر 4 بلوک در خیابان کوهسار شهران، اتومال شرکت پرشیا خودرو، پروژه طبیعت که فکر می‌کنم به تازگی شرکت لوتوس داره ادامهش میده و چندین پروژه اجرایی دیگه که همه اینها در فاز اجرای اسکلت بوده و مسلما تصاویر اون رو هم دارین مشاهده میکنید. اما با توجه به گرایش تحصیلی و سابقه کاری خودم به شما تضمین میدم که تلاش خودم رو خواهم کرد بهترین پکیج رویت سازی رو در اختیار شما قرار بدم و نکات ریزی رو که طی این دوران یاد گرفتم رو به شما انتقال بدم. اما حالا چرا رویت استراکچر؟ با اطمینان میگم که رویت استراکچر یک ابزار قدرتمند برای مدل سازی کامل و دقیق اسکلت ساده است که تمامی المان‌های سازی از قبیل تیر و ستون، اتصالات فلزی، میلگرد گذاری، انواع سیستم‌های سقف و مهاربندها، خرپاها و هر آنچه که در توی یک اسکلت شما می‌بینید رو ترسیم می‌کنه، نقشه‌های کارگاهی و اجرایی کاملی در اختیار ما قرار می‌ذاره و تعامل خوبی هم میتونه با نرم افزارهای محاسباتی مثل ایتابس داشته باشه و مسلما به زودی طیف وسیعی از شرکت‌های مشاور هم به سمت استفاده از این نرم افزار میرن. در مورد قابلیت‌های بسیار خوب رویت استراکچر میشه به توانایی بی‌نظیر این نرم افزار در مبحث متری پروژه یا همون اسکیجول کوانتیتی پرداخت. همچنین قابلیت‌های مانند کلشگیری و بررسی تداخل‌ها در رویت یا همون کلش دیتکشن رو خواهیم داشت، به خصوص اگر همه فازهای پروژه از قبیل معماری و تاسیسات در مدل شما وجود داشته باشه که توصیه میکنم متخصصین هر حوزه با مدل سازی در حالت ورک شیرینگ بیان مدل سازی رو انجام بدن. البته نرم افزار اتوکد هم شاید میتونه بخشی از این پروسه رو انجام بده، اما ناقص‌تر، با زحمت بیشتر، زمان بیشتر و ضعف‌ها در خروجی دیتاها. برای مثال توی متره یا بهینه‌سازی لحظه‌ای تغییرات یا خروجی‌هایی که سریع بخوای از یک سکشن خاص بگیری و غیره. اما ما در این دوره قدم به قدم بدون گسترده سازی از این دیتا که شما رو سردرگم میکنه میایم تک تک بخش ها رو با عمق و دیتای مناسب به شما آموزش میدیم. تلاش میکنیم مباحث کوتاه و کاربردی باشن و همه مباحث رو هم پوشش بدیم، از کار کردن و ترسیم تک تک المان های اصلی ساده تا ترسیم یک پروژه بتونی و فولادی و استفاده کاربردی از محیط های فامیلی، ماث و آموزش ترسیمات پارامتریک، روش‌های کلابریت و کوردینیت و غیره و در انتها هم روش گرفتن خروجی‌های استاندارد با کیفیت که در طول این پروسه آموزشی به شما آموزش خواهیم داد. امیدوارم در طول ضبط این پکیج هم شرایطی پیش بیاد که یک سورپرایز برای شما داشته باشیم و بتونیم با یکی از ارزشمندترین افراد فعال در این بخش هم بتونیم فعالیت خوبی تو همین مجموعه داشته باشیم.